کتاب بخونم برات؟ آره. این چه کتابی هست؟ الان آره این چه کتابی الان اینا رو صبح پاک میکنم. صبح پاک میکنی؟ آره. این کتاب رو برام میخونی ببینم توش داستانش چیه بابا؟ چیا؟ این کتابه. این کتابه. این هم کتابی که الان جلوته. اینجایه رزوزی بود. آقا خروسه. دیدی اینجا بالاش نوشته؟ چی نوشته؟ یعنی خروس میگه قول گوگو دشت نشد. اینطوری میکن ماشم قشنگ. چه جالب. قصهشو میگی منم بدونم؟ آره. بخون برام قصهشو. دیدی میخوام اینو بخون. حالا بخون. یه روزی بود این قاقا شیره رو بقل این نشسته بعد میخواست این بزنش. بعد داره این جیغ میزنه. بعد این جیغ نمیزنه. این نمیزنش. پسر خوبیه. دیده نمیکنه. آشیرن نمیکنه. فقدن بیا. اونا چه حیوانایی هن؟ نمیدونم خالشه. بعد بودو بیا دیگه بگو دیگه بقیهشو نرو. باشه نمی همشو بگو برام. من سر آب بخورم. یه ذره آب بخور بعد. خب بیا. بعدش من اومدم به قاقا شیره که بقل اون نشست. بهش گفتم مراقبه بش که اینو گاز نگیرم. بعد این بگه باشه. بهش گفتی که مراقب باشه که اینو گاز نگیری؟ آره. منم یه پرنگ میشه آشیا باشی بیام تو بقلت. بیا. آره. حالا اونجا وایسه بقیه‌شو من بگو. باش. الان فقط قصه چیا گفتی؟ چیا رو گفتی؟ اینا رو میدونم چیا رو گفتی. یکی روباه بوده. روباه گفتی یا شیر رو گفتی؟ شیر رو گفتی. روباه هم بگو. باشه. این روباه بوده. خب بعد یه چیزی بوده. گندم تو اگر قرار بود که حیوان باشی خب آره. یه دقیقه بیا وایسا کجا میری؟ دوست داشتی چه حیوانی باشی؟ مثلا دوست داشتی ببر باشی، شیر باشی، پلنگ باشی، روباه باشی، پرنده باشی؟ چی دوست داشتی؟ من روباه دوست داشتی باشی؟ روباه بعد آخیش بره اینطوری بپره. نه چرا دوست داری روباه باشی؟ روباه باشه بپره. خب اونایی دیگه هم میپرن بابا. بپره. اونایی دیگه هم میپرن آخه. چیه؟ مثلا حیوانای دیگه هم میپرن. چرا تو دوست داری روباه باشی؟ من دوست دارم روباه باشه برم بپر. من دیگه. خب خرگوش چرا نمیشی؟ خرگوش هم بپر میکنه. آره. جوش نخور یا دهنت میسوزه. چی جوشه؟ اون آبی که تو خوردی؟ آره. تو سرده. اون که جوش داغه. من فکر کنم سرده. خب شیر چه جور حیوانیه بابا؟ یه روزی جوش میخوره. شیر جوش میخوره؟ آره. چی؟
من برم یه کار انجام بدم بیام. چه کاری انجام بدی؟ برم یه کتابم بیارم بر تو بخوردم. اجازه بده. کدوم کتاب تو؟ اون که موشه نداره، خاطر نداره. چی؟ نه میخوام همه حیوانا نسلی. بیا بینم. زود میام. نه رو دیگه، بیا پیشم. الان بیا پیشم، من دلم برات تنگ میشه، دوست ندارم بری. من میترسم تو اتاق تنهایی. بیا. باشه تنهایی؟ پس میام. نرو. پس اینو برم. بیا دفتر به آخ این مال من بود. اینو بذار اینجا، این پاره نشه بابایی. باشه. خب داشتیم مال میگفتی من گنو. اینه، داستان داره، کار انجام میدم باش، ولی پارش نکن یا باشه. چشم، قول میدم. قول؟ میخوای تو مامان بشی من نینی بشم؟ آره. مامان من قول میدم که دفتر کتاب داستانمو پاره نکنم. باشه. بعد تو هم قول میدی که برام لواشک بخری؟ آره، حرفم گوش بدیا. وقتی نمیره من میری همون، بعد خودتو بشوری، حرف منو گوش بدی، لباس بپوشی. باشه؟ چشم مامان. حرفتو رو گوش میدم. خب من اگه برم همون، اگه لباس بپوشم بعدش، تو چیکار میکنی برام؟ لباس برام چی میخری؟ مثل من ماما میبسته. تو برام چی میخری؟ بعدش لواشک. دیگه؟ اگه حرف منو گوش بدی، غذا بخوری، برات لواشک میخرم. عزیزم الان ندارم. تو گوشم میخواد. همونجا وایسا. باشه. لباس ماما. سرم خیسه. آره میخوام خشکش کنم. خشکش کن. مامان. بعدش حرف منو گوش بدی، لواشک. از کدوم لواشک ها میخری؟ من مامانتم، ولی واسه من دست نزنی ها. وسایل تو؟ آره. چشم، وسایل تو دست نمیزن. مامان ها. برام نوشابه هم میخری؟ آره. آخه اگه نوشابه بعدی بخرم، توش جوجو. اگه نوشابه بعدی بخوره تو گلو جوجو میره، همینجا تو میخوری. یعنی پس برام نمیخری نوشابه؟ نوشابه خوبی میخرم برات. باشه نمیه من با نوشابه تو تلایی میکنم بلند باشه که برات چشار بکشم، ما تو ببستم پیش کش خودم. باشه؟ باشه مامان، باشه مامان. الان موهات مشکی کوتاه. بعدش نوشابه خودی بخرم، میخوابی برم تو تخت. بله هرچی مامانم بگه من گوش میدم. باشه. هرچی مامانم بگه من میگم چشم. باشه. فقط می‌دونی؟ نخوابی من دعوت میکنم. من اگه مامانم بهم بگه بیزاد برو بخواب، میگم چشم مامانی، میرم میخوابم. اگه مامانم بگه بیزاد این غذا رو بخور، منم سریع میخورم. باشه. نیمه من حالا بعد شکر باشه که روباه نیاد بخورته. باشه